سلام بر شما دوستان عزیز، امیدوارم کارتون خیلی خوب باشه. من محمد بایستم و خیلی خوش اومدیم این ویدیو. تو این ویدیو اومدم که بهتون یاد بدم که چجوری گان لولی جدید که وارد بازی شده انفوره بریم بگیریمش با کمترین جم. خب گردونه اومده که لوت باکس و یک کیف و یک گان لولی که اومده داخل گردونه رو بگیریم. آقا این روشی که من میخوام بگم سفیدتر میکنه، یعنی در اصل گرفتنش رو آسونتر میکنه با کمترین جم. امیدوارم که جواب بده برامون، با کمترین جم بگیریمش. اول از همه چند تا باکس باز میکنیم. هر باکسی باشه مهم نیست. اگر باکس کاراکتر دارید که بالای 400 تا، یعنی مثلا رو به سفیدی، مثلا من الان فعلا هیچی در نیاوردم. دوباره بزنیم باز کنیم. نه مجدد نه، بدون 400 تا. و باز که کردیم. حالا من زیاد سفید نبودم چون خیلی من خرج کردم تو این چند وقت. سفید نیستم، سیاه هم، ولی خب حالا امتحان خودمو میکنم. برای سفیدی بیشتر هم میتونید یه 20 دقیقه، حالا 2 الی 3 دست برای خودتون بازی کنید. و خاطر این میگم بازی کنید که حالا خیلی سفید ترتون میکنه. توی حالا از چند نفر که پرسیدم میگن این بازی کردنم خیلی تاثیر داره توی سفیدی. حالا ما امتحان میکنیم، 2 دست پلی میدیم ببینیم جواب میده یا نه. Always thinking it was alright. You've been holding back the answers. I was thinking about the hard times, baby. If I fall down, will you love me? Will you take my hand and trust me? All the bad times, never worry. Will you stand here right beside me? Oh, when I look in your eyes, it's a breeze. I can't lie, and all the fears go away to the past yesterday. Want you for my own. Oh, I just want you for my own. Oh, I just want you for my own. Oh, I just want you for my own. خب سلطان پینگ ایران اصلا دست اول رو تموم میکنه. بریم سراغ دست دوم. حالا ما الان دور باکس باز میکنیم ببینیم که چقدر تاثیر داشته.
میگه 36 تا 1000 تا داد بنازم نداده دوباره چیز خوبی 400 تا به خب دوباره یه دست دیگه هم بریم بازی کنیم ولی با این که پینگم خیلی بالا بود ولی خوب میزدم. خب بریم آقا دست آخرم بازی کنیم و بریم سراغ باگ. Everything seems to be so perfect. Yeah, she gives you feelings and yeah, she gave you purpose. Though suddenly it changed, man, she really just rehearsed it. She grabbed the step to stunt in it and then she really cursed it. It was working, we called it love, but I just guess you only needed it to really grab a buzz. Yeah, she really left me there in the cold. I'm like, what? I don't wanna feel this pain. It has really been enough, like it's really been enough with all the pain that I done felt. Cause I just wanna rise, so wanna go excel. Cause all the things you bring don't do me well, so I'ma go and be on myself so I can truly build. I'm by myself, I don't need you none of it. I don't need you none of it. Hey. I gotta build my future, I gotta isolate. It's when you let me there, something died today. It let me stuck, yeah, hoping I can find my way. My brain's been torn apart, it feels like it's been microwaved. Well, I just guess I think too much, I'm thinking time away. I try to fix but it's broken, I try to find a way for us to be growing towards a brighter way. But I just guess it was wrong, cause you stepped me with a, yeah, you stepped me with the iron blade. You got me bleeding from my body, though it's all inside my mind today. I have to isolate, I have to find a way. Otherwise I might as well just really give my life away. I need some light today, I need to fight today. I need to prosper my emotions so I can be alright. خب آقا با نام یاد خداوند بازی تمام کردیم و وارد باکس همون میشیم که ببینیم سفید شدیم یا نه. خب ما با 21 شروع میکنیم. هیچی نداد 800 تا داد بنازم بابا بناز نداد. یه بدکش نبود آقا، یه مقداری سفید بودیم. وارد گردونه میشیم. ببینید اینجا تا جایی که میتونید روی دایموند رویال، گولد رویال، حالا روی گردونهای دیگه بزنید. کلا انقدر بزنید که باگ بشه. حالا من دیگه با دست انقدر سری زدم دیگه اصلا کلا به زور برای من داره بالا میاره. خیلی بزنید، انقدری بزنید که کلا هیچی اصلا انگار بالا براتون اصلا بالا نمیده. خب یه دونه اسپین بزنیم ببینیم که سفیدی میده چده. نه با اصلا سفید نبودیم، پرت و پرته. خب یه بار دیگه گردونه ها رو جابجا میکنیم. این اصلا کلا باگه، اصلا هر چقدر داریم میزنیم روش اصلا دیگه انگار تکون نمیخوره. ببینید خیلی جا بجا کنید، انقدر جا بجا کنید که اصلا کلا باگ بشه. روی کانلری چند بار میزنید و روی لوت باکس و کیف همزمان کنید میزنید. یه اسمی میزنیم بازم سیاه. مجدد جابجا میکنیم گردونه ها رو ببینیم دوباره چی میشه.
بچه ها خیلی جا بجا کنید، اصلا دستتون وای نست، تون روی دکمه ها بزنید، اینقدر بزنید که کلا باگ بشید. من خب یه اسپین دیگه هم میزنیم و بازم سیاه اصلا کانت من یه روز سفیدی به چشمش نهیده. خب بازم اسپین میزنیم، نفش چرت و پرت. لباس چیزی بده بابا. خب اینم چرت و پرت بود. این دردک حالا جزو یه تیکه از سفیدی میدونیم ما. دوباره باکس رو جا به جا میکنیم، 2 تا اسپین میزنیم براش ببینیم که چی شد دارن. یه چیز حداقل 2 داد خوبه. اصلا سیاه. خب آقا 10-20 باری میزنیم روی آن لولی. خب چرترینش رو انتخاب میکنیم. حالا من با بقیهش حال کردم، زیاد چرت و پرت نداشت، ولی خب غذای پت خوشم نیومد. 2 تا رو حذف میکنیم. بسم الله میگیم و دوباره باگ میزنیم. انتظار نداشته باشی اسپین بزنیم فعلا، باید تو باگ بزنیم. خب بسم الله اسپین اول ناموسن بده، جون ننت بده. آقا باز نمی‌کنی اسپینو، دوباره باگ میزنیم. جون مادرت بده، جون ننت بده. کارنا داداش نیستی بابا، ناموسن بده دیگه بابا، نذار بره اسپین آخر. آقا ما اینجا اسپین میزنیم ببینیم که چیه جریان. بازم سیاه، اصلا امروز ما سیاه خالصی. خب دوباره جا به جا میکنیم. ناموسن بده، جون پدر مادرت آقا یه بار به اکانتم رحم کن. انقدر جا به جا کنید دوباره باگ بشید. این دفعه روی این 3 تا باکس مزخرف بزنید، شاید یک چیز خوب داد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جون شرکتت بده. این چرت و پرتا میزنی میگیره ها. بازم باز نمی‌کنی باکس ها رو. واقعا داره دستان خورد میشه. خب آقا جا به جا کنید. یه اسپین دیگه بده ای بابا بده دیگه، نذار بره اسپین آخر. من و تو اصلا فامیلی لعنتی. من 2 شب پیش خونت بودم، چرا اینجوری میکنی با من؟ فامیلیو نگه دار، نامرد نباش. خب آقا جا به جا میکنیم و خب ببین حدود 1.5 میشه اسپین گردونه، 1.900 اینا. بابا بنادم آقا باگ این کیفه رو من پیدا کردم. هر کسی خواست این باگو بزنه اسپین این کیف رو من گرفتم. هر کی خواست با 5 اسپین حدود 200 که میتونه این کیف زیبا رو بگیره که خیلی هم باده. آره این 3 تا اسپین آخر رو با من رحم کن دیگه، ناموسن جمم تکش دیگه. دقیقه بذار برای شاتگان دولول بزنم. بابا جون پدر مادرت تو این 2 اسپین رو رحم کن. این 2 اسپین واقعا خیلی تو زندگی تاثیر داره. برو قرآن نکن با من، بده جون عمت بده. واقعا که اصلا ازت انتظار نداشتم تو اسپین آخر بکش میزنم.
واقعا ازت انتظار نداشتم. من تا الان 4 سال دارم بازی میکنم، واقعا انتظار نداشتم. دمت گرم. اکانت من روز سفیدی نداشته اصلا، واقعا چرا؟ خب آقا ما گانو گرفتیم دیگه، ولش کن، حالا هرس نکنیم. خب بیاییم بیرون، اول بریم دایموندو رو بزنیم. دایموند داریم دوباره. بریم بیرون، بریم تو گان لولی رو اضافه کنیم. ولی گان لولی بدکی نیست، گان لولی خوبیه مثل ایکی، ولی خب دنسش که شباهت زیادی با ایکی داره. قیافتا هم شبیهشه. گان باحالیه. خب بگیریمش دستمون، یکم پوز بدیم، بریم تو این جهانی ها، بریم یکم پوز بدیم، بگیم آقا ما فول اسپین زدیم. شوخی کردم آقا، ما 455 اضافه داریم، چه بهتر. خب بریم باکس گان شاتگان رو بگیریم که دیگه رو به آخر هست برام عکس شدن. این هم از باکس این M4 که وارد استور شده. خب ببینیم چقدر جمعمون میکشه. بله 420 جمع برای 13 باکس. بیا اینجا رو سفید بده ناموسن. 3 5 9 10 بنازم. بدکش نبود، حالا نزدیک 50 تایی گرفتیم دیگه، اشتباه نکردم. بله یه حدود 187 رو میخوایم. بله واقعا چرا من 13 تا باکس خریدم، چرا چرت و پرت به من دادی گارنا. آقا اینم از باکس هایی هم که گرفتیم از گردونه بازشون کنیم ببینیم. سفید فقط لباسش آخه یه دونه باکسش. خب اینم 5 تا باکس رو باز میکنیم. نیمشو داد، کفشش هم داد. بنازم آقا اون چیزی که لازم داشتیم رو داد. خب اینم که داریم اصلا مهم نیست. چرت و پرت داد، خدای شکرت. خب اینم دیگه باید یه چیزو خوب بده دیگه، دمت گرم. خب آقا M4 در واقع ما کارنشو داریم. چرت و پرت هم داد. ببینید چرت و پرت خیلی آدمو فشاری میکنه، واقعا میگم خیلی بده. ولی از نظر من شما از این باگ استفاده کنید. در واقع این باگ اصلا شانستون رو میبره بالا، ولی خب متاسفانه ما اصلا سیاهیم، سیاه خالصیم، زغال. خب استفاده کنید و اگر گرفتید داخل کامنت ها حتما بگید، ممنون میشم. خب این کیفم دیگه آن آف کنین دیگه بره. آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوهای جدید میخوایم بذاریم تا ویدیوهای بعدی. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.